Gene Simmons? Yeah. Andrew. Yeah. They're gonna shift you over. Everybody move to your box. Front double bicep. اندرو جک در وسط سمت راست سمت چپ تصویر یا گرانسپور سمت راست سامسون دودا در آخرین فراخوان Hitting those shots 100% to get in that box. Or am I I'm going anyway just because of the fact that Andrew's right there. That's right. I don't want to. I'm not giving up any ground. that part? در این چیدمان اندرو جک نفر اول است ولی فکر نمی کنم And drop that trap down. سرداور مسابقه بخواد این رو به ما نشون بده. در واقع یه گمراهی واسه بیننده هست که یه کمی هیجان رو زیاد بکنه See, I think these are the shots that kind of و اعتماد به نفس قهرمان رو اینجا محک میزنه. And in a way, that's good. اگر قهرمان اعتماد به نفس نداشته باشه اینجا میتونه خودش رو ببازه، بدنش آبدار بشه، لاکتیک اسید، خیلی اتفاق میفته. ولی اگر اعتماد به نفس داشته باشه قهرمان میسته و فیگوراش رو محکم میگیره و براش مهم نیست که کجای When you do a transition, استیج ایستاده. you want to make sure. چقدر قشنگ و خوب شده درک If you're لانسفورد. going to do a transition highlighting an asset, it must be an asset at that time. اندرو جک یه جورایی کاتر از سامسون دودا هست. I understand چیزی you که guys من are الان fine دارم and stuff. میبینم You gotta اینجا. get into these poses. سامسون دودا اصلا شکم نداره و There's a lot of money. خط روی پاش رو باید با ذره بین دید. And when you get tired, you don't hit the poses right. That's سایز right. فوق‌العاده خوبی داره ولی What do you think? This is it? این کات کات I was waiting for that. So this is قهرمان نیست. if Samson, in my opinion, درک رو آورد وسط because Derek's in the middle right now, he's getting harder. He's not full on the legs, but we're starting to see درک در اون کنار سامسون دودا استوری خیلی قشنگ‌تر و راحت‌تر میتونیم مقایسه بکنیم. The box too. خیلی راحت میشه دید که تفکیک پاها When we wanted it. قسمت میانه یا همون شکم پهلوها چقدر درک تفکیک تر از سامسون دودا هست. کات بغل پا، تفکیک سینه سرشانه پا One thing I noticed فوق about العاده Derek است. Lunsford is that from the rear, from the side, he gets harder as the show goes. یکی از فیگورهای اصلی مسابقه بدنسازی